خیلی از افراد وقتی به اتاق درمان مراجعه میکنن اول جلسه یه جمله تکراری رو میگن که اصلا مشکلم جدی هست یا نه، شاید خودم زیادی حساس شدم، فکرشو نمیکردم که کارم بکشه به روانشناس. و من هر بار با خودم فکر میکنم که چقدر قضاوت توی ذهن ما ریشه کرده که کمک گرفتن رو نشونه ضعف و ناتوانی و شکست میدونیم، در صورتی که واقعیت کاملا برعکسه. وقتی که به مشاور مراجعه میکنی یعنی که نمیخوای انکار بکنی، یعنی اونقدر قوی هستی که میخوای شجاعانه با خودت روبرو بشی، رو راست باشی و اونقدر مسئول که بخوای یه نسخه بهتری از خودت در زندگی بسازی. درمان مخصوص ضعیفان نیست، درمان مسیر آدم‌های آگاهه، آدم‌هایی که فهمیدن که همه چیز رو همیشه نمیشه به تنهایی کشید. کمک خواستن نشونه ضعف نیست. حالا شما بگید، به نظرتون مشاوره و تراپی مؤثره؟